به نام خداوند بخشنده و مهربان، همدیارانی عزیز، یک و یک شما را به جشن استقلال تبریک میگم و از خداوند منان برای شما تنصیحاتی و برای ملتمان استقلالیت کامل و پررو را تمنا دارم. شاید که بهتر از این بهانه یا فرصت نباشد که ما و شما درباره استقلالیت صحبت کنیم و بنده هم با استفاده از این فرصت، از این بهانه چند ملاحظه خود را در این باره بیان خواهم کرد. در این شب و روزها در تمام کشورهای سابق شوروی برگزاری جشنها درباره استقلالیت دولتی و ملی ادامه دارد و تاجیکستان ما هم استثنا نیست. اما سوال این است که آیا این استقلالیت هایی که ما جشن میگیریم اون استقلالیتی هست که ما ملت ها برای آن مبارزه بردیم یا آن را به ما مفت و بدون مبارزه دادن و آیا این استقلالیت برای ما یک ارزش است یا یک شعاری که برخی توسط آن قدرت را نگه می‌دارند و سرمایه جمع آوری میکنند. برای بعضی ها استقلالیت واقعا یک ارزش است، برای آن مبارزه کردند، قربانی دادند، زندانی شدند و هنوز هم در زندان هستند. خیلی از کسانی که در سرگه مبارزه استقلال خواهی ملی ما بعد از پاشخوری شوروی و حتی در سالهای آخری شوروی بودند و برای این استقلالیت 100 سال پیش بیشتر از آن فرزندان این سرزمین، این ملت مبارزه بردند. بعضی کشته شدند، شهید شدند، بعضی مهاجر شدند، در هجرت جان دادند، از دنیا رفتند، بعضی دیگر در سیبیر و در جنگل های سیبیر جان دادند. در مجموع اینها را متاسفانه دشمنان استقلالیتی ما همچون باسمچی و همچون دشمن خلق نامگذاری کرد که تا امروز این فرزندان بولشویکا، نیو بولشویکای ملی ما که در سر قدرت هستند با رهبری امام علی رحمان و اون هیئتشان، اونها را همین گونه میشناسند، همین گونه نامگذاری کردند و این جسارت و شجاعت و آگاهی ملی را ندارند که بیان این خطاگی تاریخی را اصلاح کنند. در صورتی که در کشورهای دیگری سابق شوروی از آن جمله در آسیای مرکزی تقریبا همه آمدن این اشتباه تاریخی را اصلاح کردند و اثبات کردند که اونها در یک روند استقلال خواهی و ساختن یک دولت‌های ملی خود می باشند. در ازبکستان، ترکمنستان، در قزاقستان، قرقیزستان به هر شکل این اشتباه تاریخی اصلاح شده ایستاده است، بخصوص در ازبکستان همسایه ما که با ما هم تاریخ، هم فرهنگ و هم تقدیر بودند. ما با برادران ازبک در زمانش در چارچوب دولت‌های مشترک زندگی می‌کردیم، چی در زمان سامانیان، چی در زمان غزنویان، سلجوقی‌ها و حتی یک حکومت طولانی منقیطی‌ها، امارت بخارا هم ما در یک دولت مشترک بودیم. و چی شد که این برادران و همسایه‌های ازبک ما به این نتیجه رسیدند که برای ساختن دولت ملی و برای رسیدن به استقلالیت ملی اینها باید بیان این اشتباه تاریخی را که دشمنان استقلالیت ما بالای این مبارزین تهمت کردند و آنها را باسمچی ماندند، این را قبول کنند، بلکه آنها ما گفتند نه، این اشتباه تاریخی باید اصلاح شود، چون در تمام دنیا، در آسیا، در افریقا، در امریکای لاتینی، در اروپا، در هر کجایی که استثمار بود، اکوپاسیا بود، دولت‌های ملی بعداً آمدند اکوپنت را اکوپنت نامگذاری کردند، استثمارگر را استثمارگر نامگذاری کردند، مبارز را مبارز نامگذاری کردند و هر کدام را در جای خود نشاندند و عدالت تاریخی را برقرار کردند. مگر اینکه در تاجیکستان ما برای چی؟ برای اینکه تا امروز همون نبیرگان و فرزندان معنوی بلشویکا که وطن ما را غصب کردند، بهترین افراد ملت ما را نابود کردند، مهاجر کردند یا در جنگل های سیبیر کشتند و الفبای ما را تغییر دادند، فرهنگ ما را به نابودی بردند. این فرزندان معنوی آنها امروز هم در سر قدرت هستند، اگرچه آنها استقلالیت را همچون شعار برای ادامه قدرت، برای جمع آوردن ثروت خیلی با صدای بلند استفاده برده ایستادند. جشن میگیرند، یکدیگر را تبریک میگن،
حتی کسانی که در سرگه مبارزه استقلال خواهی بودند مثل برادران عزیز زید سعیدوف، محمد علی حیید، داملو زبیدالله رازق، سیف الله زاده و ده ها نفر دیگر که در زندان نشستند و آنها واقعا هم در حرکت آزادی خواهی ملی ما سهم داشتند و خیلی جوان هم بودند، سهم داشتند. من این را یاد دارم، با چشم خود دیدم. اگرچه من این جسارت را ندارم که بگم که ما هم اگرچه جوان بودیم، دانشجو بودیم، در اون تظاهرات، در اون حرکت ها شرکت میکردیم، اما طبیعی است که سهم اون بزرگواران، این برادران کلانسالتر بیشتر بود. چه رسد به استادان مثل استاد مرحوم سید عبدالله نوری که به همین فعالیت های ضد شوروی و برقرار کردن فرهنگ، زبان، دین زندانی شد، استاد طاهر عبدالجبار، اصلین صاحب نظر و ده ها نفران دیگر. من اصلا درباره استادان و بزرگواران مثل شیرینشاه شاه تیمور، نصرت الله مقسوم، صدرالدین عینی، استاد ساتم اولوغزاده، اینها که واقعا در زمان شوروی در اوج قدرت بلشویکی برای زبان، برای فرهنگ، برای استقلالیت، برای تاجیکستان مستقل تلاش کردند و برخی را دشمن خلق اعلام کردند. با همین بلشویک‌ها از بین بردند که امروز اگر اونها اگر زنده می بودند حتما امام علی رحمان اونها را زندانی میکرد، اما چون از بین رفتن دیگر خطری برای امام علی رحمان ندارند، آنها را قهرمان ملی اعلان میکنند و چون دیگر اونها نیستند در بین ما، اما قهرمان های زنده را امام علی رحمان در کنج زندان نگه میدارد و یک حرکت ملی آزادی خواهی را امروز هم جسارت ندارد که اعتراف کند و این تهمت تاریخی را از بالای آنها بردارد. و این هم واقعا یک ریشخند تاریخ و تقدیر است بالای ملت ما که کسان امروز در قدرت هستند، کسان شعار استقلالیت را صاحبی کردند که با وجودشان، با فعالیتشان، با فکر و اندیشهشان بر علیه استقلالیت بودند و امروز هم هستند و برای آنها فرق نمیکند. دیروز اگر آنها را شعار زنده بود KPSS قدرت میداد، ثروت میداد، منصب میداد، امروز شعار استقلالیت داده است. فردا میتواند باز یک شعار برادر بزرگ چین یا روس از نو آنها را قدرت بدهد. اینها برمیگردند به همون، اما چون دیگر راه ندارند، علاج ندارند جز اینکه شعار استقلالیت را بلند کنند و همین شعار امروز اینها را در قدرت نگه می‌دارد. اینها از این شعار خوب استفاده کرده ایستادند به فایده خودشان و خیلی بد استفاده کرده ایستادند برای منفعت‌های دولتی و ملی ما. دوستان گرامی، چند سال قبل، 6 سال قبل، در سال 2018 من البته بار اول نه، اما این فکر را به طور مشخص مطرح کردم که تا آن روزی که تاجیکستان همچون دولت و ما تاجیکان همچون ملت اون حرکت آزادی خواهی ملی را که در سالهای 20 عصر گذشته راه اندازی شد و متاسفانه شکست خورد، اما اونها زحمت خود را کشیدند، مبارزه خود را بردند، اگر ما عدالت تاریخی را برقرار نکنیم و این ظلم تاریخی را از بالای آنها نبرداریم، اونها را قهرمان‌های ملی اعلان نکنیم و یک جایگاه سزاوار به آنها نبخشیم، این استقلالیت ما یک استقلالیت ساخته، صنعی، یک استقلالیت ناقص باقی خواهد ماند. این استقلالیت معیوب است، استقلالیت کامل نیست. امکان ندارد که شما شعار استقلالیت بالا کنید، بلند کنید و کسانی را که برای استقلالیت مبارزه بردند آنها را بازمچی و دشمن خلق هنوز هم در تاریخ ثبت کرده باشید و استقلال خواهان زنده را در کنج زندان نگه داشته باشید. اون شعار احمقانه‌ای که برخی از طرفداران اکوپاسیا یا استثمار هنوز هم به صدا می‌دهند که بلشویک‌ها استثمارگر نبودند، بلکه آنها در تاجیکستان ساختند، بنا کردند، راه ساختند، بیمارستان ساختند و توسط زبان روسی ما به علم جهانی راه یافتیم. این یک افسانه، یک میف خشک خالی نیست که فقط در ذهن یک اکوپند یا جانبدار اکوپاسیا می آید. شما تصور کنید که یک هندوستانی بیاید برای ساختن راه‌ها و راه آهن و بیمارستان و برای آوردن زبان انگلیسی استثمارگری بریتانیای کبیر در
نیم جزیره هند را در طول تاریخ سفید کند. مردم هندوستان او را جز خائن کسی دیگر نخواهند دانست. یا در افریقا شما بیاید در مصر، در مغرب، در تونس، در الجزایر بگید که دوران استیلاگری فرانسوی ها در اونجا یک دورانی خوب بود و کسانی که برای استقلالیت کشورهای خود، ملت‌های خود بر ضد استیلاگری فرانسه، انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی مبارزه بردند، اینها را همه را باسمچی و دشمن و ورور و خائن و جنایتکار اعلام کرده باشند. یا در امریکای لاتینی یا در آسیا، در کشورهای آسیایی، حتی در همین کشورهای اروپایی هم، اروپای شرقی وقتی که به استقلالیت رسیدند، امروز هیچ کدام از این استیلاگران را فرق ندارد با کدام شعار، با کدام هدف آمده باشد، اونها را تعریف و تمجید نمیکنند، بلکه کسانی را تعریف و تمجید میکنند، قهرمان میدانند که برای آزادی خود، برای استقلالیت خود، برای فرهنگ و زبان خود، برای دین خود مبارزه بردند. تمام استیلاگران در طول تاریخ حتما چیزی را ساختند، حتما چیزی بنا کردند، وگرنه طولانی قدرت را نگه داشته نمیتوانند. یونانی ها ساختند، فارس ها ساختند وقتی که دنیا را ضبط میکردند، ترک ها ساختند، عرب ها ساختند، اروپایی ها ساختند، روس ها ساختند. این قاعده و این قانون استیلاگری است. اما تنها ما تاجیکان و بعضی از استعمارزدگان منقورت دیگر در کشورهای سابق شوروی از استیلاگران خود، از اکوپنت های خود تمجید میکنند، تعریف میکنند، عاشق آنها هستند و دوران استقلال خواهی خود را یک دوران جهالت و عقب ماندگی و خرافاتی میدانند. مطمئن باشد که تمام ملت هایی که غصب شدند، مورد استعمار و استیلا قرار گرفتند، طبیعی است که در برابر استیلاگران خود ضعیفتر بودند، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ زبانی، از لحاظ تکنولوژی، ارتش، اقتصادی، وگرنه اونها مورد ظلم و غصب قرار نمی گرفتند. اما ضعیف بودن، عقب مانده بودن معنی ندارد که شما بیایید برای استقلالیت خود مبارزه نبرید و استعمار و استیلاگری دیگران را سفید کنید و آن را برای خود یک ارزش بدانید. متاسفانه در تاجیکستان ما تا امروز این ادامه دارد و کسانی در سر قدرت هستند که ادامه دهندگان تفکر استعمارگری، اکوپنتی هستند، ولی جز این راه دیگر ندارند که بیان این شعار استقلالیت را صاحب شوند و چهره خود را تغییر بدهند، برای خود یک نقاب بکشند و خود را همچون صاحبان این استقلالیت معرفی کنند. من مطمئنم که تا آن روزی که ملت تاجیک و تاجیکستان همچون دولت این عدالت تاریخی را برقرار نکند و ما اگر هر چیز زودتر این کار را کردیم، همون قدر به استقلالیت دولتی و ملی زودتر میرسیم. فرق ندارد چه این حکومت امروزه بالاخره این جسارت را پیدا خواهد کرد در خود، می آید و تمام اون مبارزان را البته همچون حرکت آزادی خواهی سفید کند. من به این فکر نیستم که در بین اون آزادی خواهان افراد تصادفی یا جنایتکار نبود. در همه حرکت آزادی خواهی، در همه جنگ، در همه مبارزه این گونه افراد بودند و خواهند بود. همین حادثه های سالهای 90 ما هم این را نشان داد که در هر دو سنگر انسان‌هایی بودند که برای هدف مبارزه می‌بردند و انسان‌های تصادفی بود که از این فرصت استفاده می‌بردند، غارت می‌کردند و جنایتکارهای واقعی بودند. اما به هیچ وجه این به معنی آن نیست که تمام اون حرکت آزادی‌خواهی باید زیر سوال برود. اگر حکومت امروزه امام علی رحمان و یا کسانی که در قدرت هستند امروز این جسارت را دارند و میآیند مثل دیگر همسایه کشورهای سابق شوروی این عدالت تاریخی را برقرار میکنند، این یک نقطه قوت آنها خواهد شد در تاریخ. حداقل یک دلیل به آن میشد خود را میتونند تا جای سفید کنند که خب اگرچه ما خودمان علیه این استقلالیت مبارزه بردیم، اما اشتباه خود را فهمیدیم و آمدیم اون را اصلاح کردیم. اگر این کار را نکردن، مطمئن باشید که دیر یا زود نیروهای به سر قدرت خواهند آمد که هم این اشتباهی تاریخی را اصلاح خواهند کرد، اون فرزندان ملت را در نزد تاریخ سفید خواهند کرد و چهره سیاه این کسانی که چه در گذشته چه امروز علیه استقلالیت مبارزه کردند، استقلال خواه را دشمن اعلام کردند، زندانی کردند، کشتند،
چهره اینها را هم آشکار خواهد کرد و من باور دارم که اون روز دیر نخواهد بود. و بنابراین همین اگرچه استقلالیت ما امروز یک استقلالیت ناکامل هست، ناقص هست، ناپوره هست و این ارزش همچون شعار در دست یک گروه نالایق و ناسزاوار و گروهی که علیه استقلالیت مبارزه برده بود با تانک و سلاح و با استفاده ارتش بیگانه ها، ولی با وجود این من ملت عزیز را بار دیگر تبریک میگویم برای این استقلالیت و دعوت میکنم که دست جمعانه با هم مبارزه را ادامه بدهیم و این عدالت تاریخی را برقرار کنیم و این ظلم تاریخی را از بالای ملت، از بالای مبارزان گذشته امان و امروزه امان برداریم و دعا گویم که پروردگار هر چه زودتر ما را به این روز نزدیکتر بگرداند.